ملت ایران سلام عرض ادب. این روزها ممکنه تو خیابون رد بشیم مواجه بشیم با کسی که داره خونریزی میکنه. اولین و مهمترین کار اینه که اون رو وسط خیابون منتقل کنید به یک جای امن مثل خونه، حیاط خونه، یک کوچه خلوت یا یک مغازه. و اگر که گاز در دستتون بود سعی کنید با گاز جایی که داره خونریزی میکنه رو فشار بدین، با فشار هر دو دست و وزن خونریزی رو کنترل کنید. ممکنه که وسط خیابون گاز در دستتون نباشه، میتونید از لباس یا حتی از شلوار بولیز استفاده کنید. نگران عفونت و آلودگی نباشید، اون رو جمع میکنید و باز روی محل خونریزی فشار میارید تا خونریزی محدود بشه. یک کار بسیار مهم و ارزشمندی که میتونیم کمی بالاتر، دقت کنید، بالاتر محلی که داره خونریزی میکنه رو با یه وسیله مثل کمربند یا اگر در دسترس نبود با همین شلوار به این صورت که من نشون میدم یه گره میزنیم سریع. اگر که شاخه درخت یا یه چیزی مثل قیچی یا حتی یک چیزی مثل همین دم دست بود، این رو دوباره یه گره دیگه میزنیم، دقت کنید. و بعد با چرخوندن این باعث اثر فشاری روی عروقی میشیم که به اینجا خون میرسونن. اگر تنها هستیم با یک دست فشار روی محل خونریزی و با یک دست سعی کنیم اینجا رو بچرخونیم تا خونریزی کنترل شه. اگه دو نفریم، نفر دوم پایین رو کمک میکنه. یادتون باشه که مصدوم و مجروح باید در اولین زمان ممکن به یک مرکز درمانی برسید. تو این زمان نفر سوم سعی کنه که مصدوم رو حمایت عاطفی و روحی بکنه و بغل کردن مجروحی که داره خونریزی میکنه باعث میشه گرمای بدن ما منتقل بشه و سردتر نشه. یادتون باشه همین کارهای بسیار ساده میتونه جون یک شهروند رو نجات بده. همتون شاد و سربلند.